به نام خدا. داستان حضرت ابراهیم علیه السلام. مردم بابل در ناز و نعمت به سر می بردند و در سایه رحمت الهی زندگی آسوده‌ای داشتند. این مردم گمراه با دستان خود بت می تراشیدند و عبادت می کردند و آن را خدای خود می دانستند. ابراهیم علیه السلام دریافت این بت‌ها و مجسمه ها که مردم می تراشند و می پرستند در پیشگاه خدا ارزشی ندارد. به همین جهت تصمیم گرفت به تدریج دعوت به سوی خدای یگانه را آغاز کند و قوم خود را از پرتگاه شرک و فساد نجات دهد. او بارها به دلیل و منطق به آنها نشان داد که بت‌ها نه سودی دارند نه ضرری، اما مردم حرف او را نمیپذیرفتند و به خرافات خود چسبیده بودند. در یکی از اعیاد مردم بابل برای جشن به خارج از شهر رفتند. ابراهیم از این فرصت استفاده کرد تا به معبد بت‌ها رفت. او تمام بت‌ها را شکست به جز بت بزرگ تا مردم فکر کنند بت بزرگ این کار را انجام داده. وقتی مردم برگشتند و اوضاع را دیدند حیرت زده شدند و از ابراهیم پرسیدند که این کار را چه کسی انجام داده؟ ابراهیم زیرکانه پاسخ داد بت بزرگ این کار را کرده و از آنها خواست از بت بزرگ بپرسند. اما به جای پذیرش حقیقت تصمیم گرفتند ابراهیم را مجازات کنند. آنها او را در آتش عظیم انداختند. اما خدا آتش را بر ابراهیم سرد کرد. و این بود داستان حضرت ابراهیم.